توصیف مؤثر بودن. این 7 عادت به کارایی ارتباط می‌یابند و چون اساس آنها اصول است، حداکثر نمرات دراز مدت ممکن را به وجود می‌آورند و با ایجاد کانون قدرت بخش نقشه‌های صحیحی که فرد می‌تواند با استفاده از آنها به طرزی مؤثر مسائل را حل کند، مجالها را به حداکثر برساند و مدام بیاموزد و سایر اصول را نیز به صورت مارپیچ سعودی رشد جزئی از آنها سازد، پایه و اساس منش شخص می شوند. دلیل دیگر این که این عادتها به کارایی ارتباط می یابند این است که نگرش و برداشت آنها از کارایی هماهنگ با قانون طبیعی یا اصلی است که آن را تعادل میان تولید و قابلیت تولید می‌خوانم، یعنی اصلی که بسیاری از افراد با ضدیت با آن خود را در هم می‌شکنند. باید یادآوری حکایت آسوب درباره قاز و تخم زرین به آسانی می‌توان این اصل را دریافت. این حکایت داستان زاره فقیری است که روزی در لانه قاز دست پرورده خود یک تخم زرین درخشان پیدا می کند. نخست می پندارد که نیرنگی در کار است، اما وقتی تخم را به گوشه‌ای پرتاب می کند این فکر از سرش می گذرد که آن را بردارد و بیازماید. تخم طلای خالص است. زاره نمی تواند خوش اقبالی خود را باور کند. روز بعد که دوباره این تجربه تکرار می شود حیرتش فزونی می یابد. روزها از پی هم بیدار می شود تا به سوی لانه بشتابد و تخم طلای دیگری بیابد. به طرزی افسانه‌ای دولتمند می شود، عالی تر از آن که حقیقت بنماید. اما هرچه ثروت او بیشتر می شود حرص و بی‌صبری او نیز فزونی می یابد. ناتوان از اینکه روز به روز منتظر تخم‌های طلا شود، زاره بران می شود که قاز را بکشد و همه تخم‌های طلا را یکجا به دست آورد. اما وقتی شکم قاز را پاره می کند آن را خالی می یابد، بی هیچ تخم طلا، و حالا دیگر هیچ راهی برای به دست آوردن تخم‌ها وجود ندارد. زاره قازی که تخم‌ها را تولید می‌کرد کشته است. معتقدم در این حکایت قانونی طبیعی یا اصلی نهفته است که توصیف کارایی است. نگرش بیشتر مردم درباره کارایی مانند تخم طلاست، یعنی هرچه بیشتر تولید کنی یا کار انجام دهی دارای کارایی بیشتری هستی. نگرش 7گانه. اما همانطور که داستان نشان می‌دهد کارایی راستین کنش 2 چیز است: آنچه تولید می‌شود یعنی تخم‌های طلا و سرمایه یا قابلیت تولید یعنی قاز. اگر الگوی زندگیتان به گونه‌ای باشد که بر تخم‌های طلا تکیه کنید و قاز را نادیده بگیرید، چندی نخواهد گذشت که دارایی یا سرمایه‌ای که تخم‌های طلا را تولید می‌کرد در دست نخواهید داشت. از سوی دیگر اگر فقط از قاز مراقبت کنید بی آنکه هدفتان حصول تخم‌های طلا باشد، چندی نخواهد گذشت که چیزی نخواهید داشت تا به وسیله آن به خودتان یا قاز خوراک برسانید. کارایی در تعادل نهفته است، در آنچه که تعادل میان تولید و قابلیت تولید می‌خوانم. تعادل میان نتایج دلخواه یا تخم‌های طلا و قابلیت تولید، یعنی به معنی گنجایش و توانایی یا سرمایه‌ای که تخم‌های طلا را تولید می‌کند. اساساً 3 نوع سرمایه وجود دارد: سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی و سرمایه انسانی.
در اینجا به نوبت به هر یک از آنها می‌نگریم. چند سال پیش یک دارایی فیزیکی خریدم، یک چمنبر برقی. بی آنکه کاری برای حفظ و نگهداریش کنم بارها و بارها استفادهش کردم. چمنبر به مدت 2 فصل خوب کار کرد تا اینکه ناگهان خراب شد. وقتی خواستم چمنبر را برای تأمین ببرم تا تیزش کنند، دریافتم موتورش نیمی از ظرفیت اولیه خود را از دست داده است و دیگر قابل تعمیر نیست و به درد نمیخورد. اگر در مورد قابلیت تولید، حفظ و نگهداری داراییم درست سرمایه گذاری کرده بودم، هنوز می توانستم از تولید آن چمنبر بهره‌مند شوم. اگر آن را به موقع تعمیر کرده بودم، وقت و هزینه کمتری صرف می شد تا اکنون که می بایست چمنبر تازه‌ای را جانشین آن کنم. پس شیوه‌ام مؤثر نبود. در جستجوی ثمرات یا نتایج کوتاه مدت، اغلب دارایی فیزیکی ارزشمندی مثل اتومبیل، کامپیوتر، ماشین لباسشویی، خوشگون یا حتی جسم و محیطمان را نابود می‌کنیم. حفظ تعادل میان تولید و قابلیت تولید در استفاده مؤثر از دارایی‌های فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد. حفظ تعادل در استفاده مؤثر از دارایی‌های مالی نیز شایان اهمیت است. چند بار پیش آمده که افراد سرمایه اصلی را با سود اشتباه گرفته اند. آیا هیچگاه نشده که برای بالا بردن سطح زندگیتان به منظور کسب تخم‌های طلای بیشتر به اصل سرمایه خود لطمه زده باشید؟ اصل سرمایه که کاهش یابد، قدرت تولید سود یا درآمد آن کمتر می شود و سرمایه‌ای که تحلیل رود آنقدر کاهش می یابد تا اینکه دیگر نتواند نیازهای اساسی را نیز برطرف کند. مهمترین سرمایه مالی ما قابلیت تولید ماست. اگر پیوسته برای بهبود قابلیت تولیدمان سرمایه گذاری نکنیم، به شدت انتخاب‌های خود را محدود می‌کنیم. هراسان از وضع شرکت خود یا نظری که رئیسمان درباره ما دارد، در وضعیت کنونی خویش محبوس می‌شویم. از نظر اقتصادی نیز به دیگری متکی می‌شویم و حالت تدافعی به خود می‌گیریم. در نتیجه این شیوه نیز مؤثر نیست. حفظ تعادل میان تولید و قابلیت تولید در زمینه انسانی نیز حائز اهمیت اساسی و حتی مهمتر است، زیرا افراد هستند که دارایی‌های فیزیکی و مالی را کنترل می‌کنند. وقتی در زندگی زناشویی زن و شوهر به کسب تخم‌های طلا و منافع بیش از حفظ رابطه که اکتساب تخم‌های طلا را ممکن می‌سازد علاقه نشان می‌دهند، اغلب بی احساس و بی ملاحظه می شوند و مهربانی های کوچک و آدابی را که برای رابطه عمیق ضرورت دارد نادیده می گیرند. شروع می کنند به استفاده از اهرم های مداخله تا یکدیگر را کنترل کنند، بر نیازهای خودشان متمرکز شوند، موضع خود را توجیه کنند و دنبال دلایلی بگردند تا اشتباه طرف مقابل را خاطر نشان سازند. محبت و قنا و نرمی و خودانگیختگی تدریجاً از بین می رود. غاز روز به روز بیمارتر می شود. و اما در مورد رابطه والدین با کودک، وقتی کودکان خردسالند بسیار متکی و آسیب پذیرند و نادیده گرفتن قابلیت تولید، آموزش، شیوه گفتگو، ارتباط، گوش فرا دادن بسیار آسان می شود. به سهولت می توان سوء استفاده و مداخله کرد. می توانید امور را به شیوهی که خودتان می خواهید به انجام برسانید.
و همکنون هرچه باشد شما بزرگتر و هوشمندترید و اشتباه هم که نمی کنید. پس چرا به آنها بگویید که چه کار بکنند و چه کار نکنند و در صورت لزوم سر آنها داد هم نکشید و آنها را نترسانید و در مورد شیوه خودتان پافشاری نکنید؟ یا می توانید دل آنها را به دست آورید، از پی تخم طلای محبوبیت بروید، رضایت آنها را جلب کنید و مدام مطابق میل آنها رفتار کنید. آنگاه بدون هیچ حس درونی نسبت به معیارها یا توقعات بزرگ می شوند، بدون تعهد شخصی نسبت به منضبط یا مسئول بودن. در هر دو شیوه آمرانه یا سهلنگارانه دارای ذهنیت توجه به تخم زرین خواهید بود. یا می خواهید شیوه خود را به انجام برسانید یا می خواهید محبوب باشید. اما در این ضمن بر سر قاس چه می آید؟ چند سال که بگذرد کودک کدام حس مسئولیت و تسلط بر خود و اعتماد به نفس و قدرت انتخاب‌های درست یا توانایی رسیدن به هدف‌های مهم را دارا خواهد بود و رابطه تان به کجا خواهد انجامید؟ وقتی به سالهای حساس نوجوانی بحران هویت برسد، آیا بر حسب تجربهش با شما خواهد دانست که بدون اینکه او را مورد قضاوت قرار دهید به او گوش فرا خواهید داد؟ آیا مطمئن خواهد بود که واقعا و عمیقا به عنوان یک انسان به او توجه نشان خواهید داد؟ و آیا تحت هر شرایطی می تواند به شما اعتماد کند؟ آیا رابطه تان آنقدر نیرومند خواهد بود که با او هم فضا شوید، با او گفتگو کنید و بر او تأثیر بگذارید؟ فرض کنید که می خواهید اتاق دخترتان تمیز باشد. این یعنی تولید یا تخم طلا. و فرض کنید که می خواهید خودش اتاقش را تمیز کند. این یعنی قابلیت تولید. دخترتان غاز یا دارایی و سرمایه‌ای است که تخم طلا را تولید می کند. اگر میان تولید و قابلیت تولیدتان تعادل برقرار باشد، با شادی و بدون اینکه به او یادآوری کنید اتاقش را تمیز می کند، چون متعهد است و دارای این انضباط که بر سر تعهدش بایستد. او دارایی و سرمایه‌ای ارزشمند است که می تواند تخم‌های طلا را تولید کند. اما اگر نگرش شما بر تولید تمیز کردن اتاق متمرکز شده باشد، شاید ببینید که به او غر میزنید یا تا این کار را انجام بدهد. حتی شاید برای تشدید تلاش‌هایتان به تهدید و داد و بیداد متوسل شوید و در آرزوی به دست آوردن تخم طلا، سلامت و آسایش غاز را دست کم بگیرید. بگذارید تجربه قابلیت تولید جالب توجهی را که با یکی از دخترانم داشتم برایتان تعریف کنم. می‌خواستیم یک قرار ملاقات خصوصی با هم داشته باشیم. این برنامه است که به طور منظم با یکایک فرزندانم انجام می‌دهم و از آن محظوظ می‌شوم. دریافتیم که انتظار کشیدن برای قرار ملاقات به اندازه تحقق آن رضایت بخش است. به سراغ دخترم رفتم و گفتم: عزیز دلم، امشب شب توست، میخواهی چه کار کنی؟ پاسخ داد: هر چه باشد خوب است. اصرار کردم: نه، واقعا میخواهی چه کار کنی؟ سرانجام گفت: آخر آنچه را که من میخواهم شما نمیخواهید. مشتاقانه گفتم: واقعا؟ نه عزیز دلم، هر چیزی که باشد میخواهم آن را انجام بدهم. حق انتخاب با توست. جواب داد: میخواهم با دیدن فیلم جنگ ستارگان برویم. اما میدانم که شما جنگ ستارگان را دوست ندارید. دفعه قبل تمام مدت خوابیده بودید. شما این فیلم های تخیلی را دوست ندارید. البته اشکالی هم ندارد بابا جان. گفتم: نه عزیز دلم، اگر تو آن را میخواهی من هم همان را میخواهم.
دخترم گفت بابا جان نگران نباشید، اصلا لازم نیست که مدام این قرار ملاقات خصوصی را داشته باشیم. آنگاه مکسی کرد و افسود. آیا می دانید چرا جنگ ستارگان را دوست ندارید؟ چون فلسفه و آموزش جدی نایت را نمی دانید. گفتم چه؟ گفت می دانید چیزهایی که شما درس می دهید عیناً آموزشی است که یک چندی ثابت می بینید. واقعاً؟ پس بیا به جنگ ستارگان برویم. و به دیدن فیلم جنگ ستارگان رفتیم. دخترم کنارم نشست و نگرش آنها را برایم تعریف کرد. من شاگرد دخترم شدم و از او یاد گرفتم. تجربه‌ای مجذوب کننده بود. می توانستم با نگرشی تازه کل فلسفه اصولی آموزش یک جدی نایت را در موقعیت‌های متفاوت ببینم. این تجربه برنامه‌ریزی شده‌ای برای تولید نبود، ثمره شگفت یک سرمایه‌گذاری برای قابلیت تولید بود. تجربه‌ای بسیار رضایت بخش که ما را به هم نزدیک می‌کرد، اما چون به قاس کیفیت رابطه به طرز قابل توجهی خوراک رسیده بود، از تخم‌های طلا نیز محظوظ شدیم.